سلام علیکم دوستان عزیز. پیش از آنه که چگونه به عمل آمدن این واقعه را دانستن میخواهید، از شما با احترام خواهش میکنیم به کانال ما ابونه شوید. اینجا زادگاه ماست و تقریبا 28 سال پیش در نزد همین خانه پدرم مرا گفتند که رو گوسفندها را از تار کوه، یعنی که در همین جایی که من ایستادم، گردانده بیار. خب من برای گوسفندها را گرداندن آمدم، از دنیا بخبر که چه حادثه ها به سر ما می آید. و من آمدم به مثل همین کودکی که تقریبا ما همین در سن سال همین بودیم، تقریبا انیق در سن سال همین بودیم. و بعد از چند دقیقه از پس من همسینفم گرمینج آمد. همسینفم گرمینج من همین گونه قدم زنان آمد و ما دو کس مشغول بازی بودیم که همسایه دختر گنجینه آمد. باز هم از پایان گنجینه نیز آمد و ما سه نفر شدیم. انا میگونه گنجینه هیچ از خاطرم نمیبرد. البته اونجا در پیش هر یک مال بود، یعنی گوسفند و بوز بود، ولی امروز که در این صحرا ما یگان یعنی که چارپای نمیبینیم، همین گونه برای شما یعنی که نشان میدهیم. ما سه کس انمی خیلی در سر کوه مال ها رو فراموش کردیم و همین گونه بازی ها میکردیم. همین گونه بازی ها و گشتین و خب همین گونه بازی ها یک دوره بسیار یعنی که فراموش ناپذیر بود همون لحظه ها. بس گنجینه رو خزاد ما آخری بریم. چشمه از بالا به پایان می آمد و گیولوگ های همون زمان در بالای همین گویا ادیر یک جوی کنده بودند و آن جوی آب را شام و سر به خود میکشید و همین گونه ترقش ها میشد. ببینید همین ترقشی که من برای شما نشان میدهم، گرمینج همسیم من خدا رحمت کند گفت که من همین فرامدن همین ترقش را دیدم، ولی ما اکنون کودک بودیم که آمدیم همین گونه ما آمدیم و در همین سای پریدیم و رفتیم به سوی اون چشمه که بعدتر برای شما نشان میدیم و ما در کجا نشسته بودیم. ما آمدیم با پیش همین در زیر همین سنگ ها. آن وقت درستی در اینجا یک چشمه از بالا جاری میشد. میگونه ما بر آمدیم و شما گفتیم و تو اون لحظه دست گنجینه رو نیز ما همین گونه گرفته برآورده بودیم و همین گونه الان هم میگم ما خواستیم یک حفظه که بسازیم
و آب بنوشیم تا که تشنگیمون بشکنن. خب حوض رو کوفتیم ولی آب کمی لای بود. اندکی با هم نشسته بودیم و یک صدای گوشکف شد. یک صدای گوشکف شد و ما که در همین جا نشسته بودیم لای با واسطه رفزنه که در بالای این یک ادیری پر از خاک و دشت است. وقتی که لای همین گونه ما رو آورد و من در اینجا یعنی که پایهایم زیر لای بود و دست رویم پر از لای همین گونه به یک عذاب کشیده گرفتم و دیدم که اینجا کسی نیست و صدا بلند کردم به سوی گیولوگ ها. دویدم به همون طرف تا که شاید این جوان ها رو نجات داده باشم. وقتی مردم آمدن گنجینه آن همین گونه در زیر یک ارچه قاق شده که در بالای او برآمده بود جان داده است و هرچند خواسته است خود را به بیرون کشد اما آن ارچه که بسیار هم ریشه های بزرگ داشت او را نمانده است به بیرون براید و در زیر ارچه و لای و آب و گل جان داد. وقتی که گرمج را نیافتم مرا باز از دهه در پشت خود گرفته آدمان به همین جای حادثه آوردن و گفتن که شما در کجا نشسته بودید؟ من گفتم در همین جا و یک چند بیل زدن که گرمج را در زیر همین سنگ همین گونه نیمش در زیر لای نیمش در زیر خاک و در بالایش یک سنگ عظیم جان خود را به جان آفرین سپاریده است. این حادثه ناخوش 3 اکتبر سال 1993 رخ داد و همه آن گئولوگ ها نیز امروز در قید حیات نیستند، اما گاهی از نابراری زندگی گاهی از بیقدری انسان افسوس میخورم که چرا همان روز من نیز قطار آنها نمردم. ولی گاهی دیگر هرچند از شادی زندگی دیده غمش افزونتر باشد هم شکر همین نفس ها میکنم که در این حیات نفس میگیرم و شکر از آن میکنم که زندگی من ادامه دارد. از همه شما تشکر میگیم که چند لحظه همراه ما بودید و دعا میکنیم که این همسالان من جایشان یکی از باغ‌های بهشت باشد.